مادرمون ایران داره ما رو نگاه میکنه، نسلهای آینده دارن ما رو نگاه میکنن که در روزی که کار دشوار شده بود، راه سخت شده بود، سوال زیاد شده بود، تردید زیاد شده بود، ابهام زیاد شده بود که آیا ما در مسیر درستیم و باید بایستیم یا نه، در اون روز ما چیکار کردیم؟ ایستادیم به خاطر ایران، به خاطر هدف درست سرنگونی جمهوری اسلامی، به خاطر خون هزاران عزیزی که بر زمین افتادن ایستادیم، یا دچار تردید شدیم؟ کسی از این نمیگه که راه آسونه. واقعیت اینه که مردم انتظار داشتن جمهوری اسلامی زودتر سرنگون بشه. اکثریت ملت ایران هنوز بر این راهی که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. سوال داره؟ بله. تردید داره؟ بله. ابهام داره؟ بله. به سوالاتش باید جواب داده بشه؟ بله. احساسات متناقض داره؟ بله. این احساسات اذیتش میکنه؟ بله. ولی ملت از این راه بر نگشته که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. و اگر کسی از نشستگان و اگر کسی از مرددین و اگر کسی از جاماندگان از کاروان ملت میخواد و فکر میکنه میتونه با سوء استفاده از این سوالات، ابهامات، تردیدا ملت رو به این سمت ببره که بگن آقا جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه، باید قبولش بکنیم، این همون چیزیه که خیلی های دیگه هم در مورد جمهوری اسلامی فکر میکردن ولی ملت ایران باطلش کرد. ملت ایران بعد از 18 و 19 دی دیگه 1% هم به این فکر نمیکنه که جمهوری اسلامی باید بمونه، چون جمهوری اسلامی اگر بمونه ملت ایران نمیمونه و ایران نمیمونه.